سراغات نوری بیاره نوری بیاره بود ساعت 4 بجه صبح آمنیم کنه بردی خودم استرس 4 بجه صبح مثلا سیمه من زنگ زد من دیگه خیلی بودم من زنگ زد بیداری من بیدارم من خیلی من بیدارم و میخواستم لواس کرده بودم لواس کرده میخواستم جرام وارسالنا 4 بجه صبح و میخواستم میرفتن کنه آره من اون استرس بگیفته بود که این مرتکه گرفت نه همه ایستاد چه ای بابا بزنه کجایی آیم یک سر پیدا میره میجید میمیزه کارم دیگه بریم میدان هوایی صبح 4 ساعت بیتر میرسیم تپان نیم ساعت بیتر میرسیم ما با میکنه گیت میتار همون جیگه منتظر ما ننده ما بریم سمت گیت حتی چک پوینتیم بسار خود بدیم کنترل کنه تیر میشیم یا نه؟ تیر که میشیم سه کنیم چی میمونه از اون مثل او دفعه دیگه خود ما تو بریم بکسام و خام ما از چک پوینت رد شدیم با تمام وسایلی که داشتیم دیگه حالا میریم طرف گیت ما بالاخره به تیاره نزدیک شدیم بریم سوارشیم بریم من به ترجمه کنم که با کدو زمان گپ بزنیم کدو لحن اینا لحظه کجا اینجی؟ نه اونا اینجی اینجی به زبان خوب گپ میزنم نه ما از میدانه دیگه برسیدیم باتر وسایل و ایگه پار بگیرستیم گوشموشو بگیرفتیم دیگه بیامدیم به یکی از رستورانت ها که یکی از غذاهای محلی یونانی که اسم مثل چیه یاد مرفته امتحان کنم یکی از غذاهای محلی البته ما دو تا سفارش دادیم مخلفات یکی اسم یار باز به زمین اسم فعلا نمیفهم اسم چی بوده دیگه ببینیم که چی رقم مزیرم چی رقم طرف دوسته نکنه خوبه گوشته هم بدی این جگاهه اگه گوشته نمی بودم مثلا میتونستم نظر باقی خورم آخرین دفعه من گوشه خونم افتادم روز دوم مانه امروز روز شنبه دیگه دیروز به یک بدبختی ما از میدان هوایی خوب برسوندیم به هتل دیگه کمک داخل شاید چکر زدیم و بقیه داستان ها بعضیم امروز بیامدیم داخل شهر ساعت چنده؟ ساعت 12 است ساعت 1:30 بیامدیم پیزا بخوریم بعد از چند ماه ما چون رژیم بود چی آورده؟ واشو پنجی آورده پیتزا تایی نه پخشاب برای چیه؟ خاطر من بترسیم تو گفت پیزا ما ایتنه یعنی یه هم بسط شهر یه هم دوست عزیز ما نه شما دوستان عزیز بفتیم امیدوارم که بفتیم اگه نبود نصف صورت نبیدیم دیگه مهم نیست کافیه کات میکنیم بوه چیزی بود گوشته هم چیزی برای گفتن بچه چند وقت پیزا میخوری؟ 3 ماه پیتزا میخورم هیجان دارم استرس گرفتم من بخورم ما دیروز نوشابه البته نوشابه چند هفته پیش هم بخورم ولی خب این فرق میکنه تا 2000 years later خب بالاخره بعد 10 دقیقه یعنی تو تأخیر بزنی اینا 3 میلیون از 10 دیگه آوردن اینا غذا رو آورد بابا گفت که خیلی کلون و اینا بیشتر خیلی نکنیم که میتونیم حتی نصف کنیم خریم پیتزای که آوردیم من سیر میکنه دوسته نمیفهم ما افغانی ما گفت پیزایت کلونه دست خیلی نشون داده که پیزایت کلونه این قسمت هم سوختونده
این پیزا این برگر گفت برگر هم گفت همیت برگر کلانه شما سیر میشه حتما. ما این فکر بودیم گفتیم اسراف نشه خدا حالا باید دیگه هم بشتر کنیم که ما بیاره ولی خب این دیگه نمیاد. اگه اومدیم به این جگاه نه این قسمت می چکلت تو اینجا نوشته مید تو مید نوشته اینجا نه. روز دوم هنوز که شو شده بگه چیزی ما بریم نون شو ساعت به وقت محلی 22 دقیقه. شیرنشون نمیدم که نگین مثل عقده یا عکس خود داشته بید بکگراند. چی ما بخوریم؟ چی Love میده؟ yourself. غذای ترکی دیدیم بیشتر که پیر میشدیم. بریم ببینیم چی را یک چیزایی در حد اون کباب کوبیده خودمانه ولی خب ترکا اومدن یه تغییر دادن اسم اسکندر گذاشتن. اسکندر مقبولی یا آدانا گذاشتن نمیدونم چی بود اسم؟ ما بیان داخل یکی از رستوران ها جزیره یونان اسمی اصلا سی نکنه وارد شده فلامینگو بود در وقتی سرچ کردم اسم فلامینگو ولی چینل عربی اینجا نفهم که دقیقا داستان از چیه. از سعودی پول میگیره این وصله دیگه ای اومدیم به یونان رستوران فلامینگو این نونی که آورده خب فعلا خوب اصلا خیلی دیرش کردن البته شلوغ هم هست شلوغ یاده شلوغه یک پرسنال هم کم داره اینم باید در نظر بگیریم هنوز روز من فکر میکنم که روز چندم هنوز سوم میشه در اصل هنوز روز سوم یعنی ادامه دیگه ساده نیمیشه حساب کن خراب نکنیم اساس نشو بیا آمدیم به یک جایی که کم خلوت‌تر بوده چون یه دور بر این گونه است دیگه اگه دیدین میلرزه دیگه شما به بزرگی خوب باش بعد از او ساختمان هم خود چیزیه بیابانی روز چندم سفر روز سوم میشه جمعه رو هم حساب میکنی پس یک شنبه جمع روزی که ما بیادیم رو حساب میکنیم میشه 3 روز یک شنبه دیگه ای که ثواب خیر چیزه ما یک کشتی گرفتیم کشتی که ما نگرفتیم یعنی ما هم جز آدمایی که کشتی رو گرفتن ما تکه کشتی خریدیم دقیقاً میریم به 3 تا از چی میگم بنا جزیره 3 تا از جزیره دیگه که نزدیک به فارسی کلی کام این جزیره انگلیسی هم نمیتونم بزو بگم حیال دارم چی میشد بود 3 تا جزیره دیگه که نزدیک این جزیره که ما نمیم لوکیشن با تگ میکنم خودشان بخونم دست ما برم بعضی مشکل نداره بعض 3 تا جزیره اسم عجیب غریبی داره و زیر می‌نویسه کاملی اسپانسر نشده اثر گفت نه اومده پولی که اومد اسپانسرینگ چیزی کنیم تبلیغاتی رو می‌کنیم تگ می‌کنیم حتما پیج رو فالو کنیم دیگه هم یک اسمی مثلا 1 میلیون فالوور داره یک اسم خفن دیگه دوستان عزیز نه تا ویو میگیره ما 8 تا از باید اینا
خود بلاگ خانوادگیه دارم. دیگه بریم سمت جزیره. اولین جزیره چی بود؟ اسم اینا دیگه اسم اینا خیلی اسمای بدی هم داره. حالی که چیزی بگی فکر نکنید نوشته میکنید می‌نویسیم اسم جزیره لوکیشن برم میگیم توضیح کنیم. دیگه وسط دریاییم با یک گروه آدم. رشا آری خلاصه ما میریم دل زدیم به دریا. دیگه خستم. چون خیلی بزی بلدیم اصلا دل واقعا زدیم به دریا. بله. به من البته گفت بریم یک جایی کشتی بود برای قبرسی اکسیژن ماسک میدادن کپسول گاز بسته میکردن دواسه سیاه با وقت دادن که بیاد دیگه وسط دیگه چوزه میگیریم نهنگ میگیریم هشتا و ما پینتر از این میگیم ما رو که بدیدن گفتن فقط تی رنجر. آره خب اینجا بود که نابزی خیلی کردیم مونده بود. البته این که غرقم میشونیم دلیل دیگه این نرفتیم بالا آمدن نمیشه. پایین رفتن ما دست خود ما بود، بالا رفتن ما دست خود. ای بابا والا با این میماش ما به یک جاییم که می نویسم خب به اسم خود ما نمیفهم دیگه چند دقیقه دوباره حرکت طرف یک جزیره دیگه سرصدا کم عزیز. ما بیامدیم به یکی از سه تا جزیره‌ای که باید ما می آورد از جزیره اصلی خود ما بعد به جزیره دوم مالینه به جزیره دوم من شنا میکنیم. این جزیره کمی بیشتره یعنی بیشتر نه دیگه سوم میشه شاید حساب کنه در اصل اگه روی حساب کنه اگه نکنه میشه دوم و یکی دیگه میمونه وسط دریای یک شنای هم بریم. نه دیگه شما رو خودتو دیگه رو بگذار سه کنه زید دریا بریم سه چی خبره بچه خبر خاصی نگو دیگه باز ویدیوهای بیشتر خفه نشم. ما باز دوباره بیامدیم به رستورانتی که دیشب آماده بودیم. امشب ما این پیتزای رو امتحان کنیم. دونر خوب بود. اشته سرخ خیلی بچه بوستم میگه میسالت هم پوست خیلی ساخته واد امریکا به دنیا میاره اشتباهی مرتع کردم به طرف مو ساخته معلسه یکی چی نیه بدن من نهید این چند روزی که اینجا بودی
چند نمره میدی به جزیره؟ به تایم چند روز؟ به این جزیره اگر که مثلا ترانسپورت و این چیزایی که میدان هوایی بود اینا رو در نظر نگیری، به این جزیره من 8 نمیدم. و امکانی هم داره که باز دوباره به این جزیره شاید بیام. بستگی داره ولی به چند روز آینده. آره ولی تا فعلا 8 نمیدم. درست. بازم نمره خیلی زیاد. و خود از ولنسیا 7. ولنسیا که دیگه با اون سطح از امکانات خیلی امکاناتی خوب. این شماره 8 گرفته تا فعلا، ولی میتونه خیلی هم کمتر بشه به چند روز آینده. بله. شاتینگ ما خلاص شد ولی مقبره رو پیدا نکردیم. هرچی گشتیم ما چون کدو طرف رفته بودیم که اون مقبره بود. دارم بود شام بود کمی. حالا با اون خیلی چیز کوچه از اینا شبیه به همه سخته پیدا کردن. در کتل هر جای باکس پیدا شد باز میسشات رو میبود. نه جای تاریخی داره ولی متاسفانه به این تایمی که ما اومدیم اینا در حال بازسازی هست. باز طبیعتاً بازسازی بنای تاریخی آسون نیه، باید خیلی ظریف‌کاری کنن و زمان بره. اکثر جاها بسته اگر جای تاریخی هم میرفتیم. مثلا اون جایی که چیزه از یک طرف بالا میشی که از پلتش تازه وارد از این خونه نه یا هر چیزی هست وارد ازی بشی و تا او هر چیز داره و ساعت داره. خیلی کمه. خیلی کمه. ممکنه حالا تازه بازسازی بکنن خیلی فکر کنم یک سال بیشتر حتی طول بکشه که بازسازی بشه و شانس ما و اینه که چیز اوکی هم معلوم میشه. امروز دیگه روز آخر دیگه خلاص شد اصلا حساب نکنیم دیگه روانه به طرف میدون هوایی این صفحه یاده که ایرانی نشد به طرف میدون هوایی ساعت 2:20 پرواز ماره. اعلان کردن که 2:20 پرواز هست ولی که هست یا نه اون دیگه خود سواله چون معمولا اینجا بعضی از تیاره از اینا تأخیری زیاد داره. این آدرس کم که می‌بریم این طرف دقیقاً نمی‌تونه چیزایی که تیرا مثلا اگه مشکلی داشت هواگیری چیزی کسماس دیگه هم میامد رو تایم مثلا ما 4 صبح خب تا اون تایم طبیعتا خیلی به ندرت مثلا یک نفر 2 نفر پیدا میشه که بوده باشه ولی 4 صبح مثلا ما امروز راه از این راه کوچه 5 متر که دیدیم میشونیم این طرف راهش به تخت سفر به قرار کده او راه میرفتیم 1-2 نفره اگه ما تهران میدیدیم خلاص راه او تایم 4 به جا صبح با ما شوکر مثلا یکی از سیپیم شوکر برمیدش خواهد شوکرها نظامی دیش از برا خستون نویده کونه سر این میدانم او چی آدم استده بخواد تاکسی دیگه داخل میدانم این بعد از 40 دقیقه راه بریم به طرف کنترل سکیوریتی کنترل باشم بعد بریم که داستانه چقدر